قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، با اعمال قلوب بودیم و اینی که قلب برای اصلاحش و صلاحش لازمه که به استمرار و همیشه به فکرش باشیم. هر آن ممکنه که شیاطین جن و انس در شکار این قلب و هر گونه که براشون ممکن باشه وارد بشن و گفتیم بهش قلب، دگرگونی اون، چرخش اون، خود همش بیانگر این نکته است که حتما مؤمن باید در نگهداری این قلب همیشه صبح و شب کوشا باشه. چرا رسول اکرم صلی الله علیه و اشاره میکنه که ممکنه فرد صبح رو در حالی که مؤمن است بکند ولی تا شب به کفر برسد و عکس قضیه. همین قضایا برمیگرده به قلب انسان. اموری که میتونه قلب رو متأثر کنه خیلی زیاد است. سعی فقط بادم به گوشه یا تعداد این نکاتی که احساس به مقدار مهمتر هست به اون اشاره بکنیم و به حول الله و قوته وارد اصل موضوع بشیم. و اما مسائلی که میتونه قلب رو فاسد بکنه اگر شد در موقعی که بیماری های قلب رو ذکر میکنیم، چون الان ما اخلاص گفتیم، خشوع و تواضع و تذلل و از این مسائل میخوام حرف بزنیم. این موضوعات ان شاء الله اگر شد گرچه ضروری هست احساس میشه ولی اون رو ان شاء الله به اون موقع خواهیم انداخت. از نکات دیگر که بازم میتونه روی صلاح قلب تأثیر بگذارد وجود همنشینان صالح و نیک است. همنشینان مؤمنی که میتونن در قلب انسان اثر بگذارن. به این دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث اشاره میفرماد که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. لا تصاحب الا مؤمنا، رفیق نگیر مگر فرد مؤمن باشه، اهل ایمان باشد. جالبه که به کلمه اسلام اکتفا نکرد، گفت ایمان، یعنی به درون قلبش رسوخ کرده باشه، چون تحت تأثیر افکارش، ایده‌هاش، عقیدهش، اخلاقش، همه چیز تحت تأثیر قرار میگیری. هر چه انسان بگه که من قوی هستم، ایمانم قوی است، از دیگران متأثر نمیشم، بعید به نظر میرسد. این دیگه توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر این بوده که انسان همنشین صالحا باشه و این همنشینی خیلی ارزشمند است. در حدیث طولانی که تو اول ریاض الصالحین در بابهای ذکر خدا یا همنشین صالحا اومده، حدیث طولانی است، من به قطعه آخرش فقط میخوام استنباط بکنم. اومده که دارن روایت وقتی ملائکه میچرخند در حلقه های ذکر رو بیابن، مؤمنین رو پیدا میکنن، در حالی که خدا میفهمد از فرشته ها سوال می‌کنه بنده های من چه کار میکنن، ذکر و یاد پروردگار میکنن، سوال میگه برای اونها من رو دیدن، فرشته ها میگه نه پروردگارا، خدا میگه اگر اینها من رو دیده بودن پس چطور ذکر من میکردن. از قضیه بهشت مطرح میشه، از جهنم مطرح میشه. المهم حلقه ذکری هست که صلحا در کنار هم داره از مسائل شرعی و دینی و اخروی و یاد پروردگار حرف میزنن. فردی میاد میشه تو اون جمع در حالی که هیچ کاری این جمع هم نداشته، ولی همین نشستن کنار صلحا اون آثار مثبت خودش رو برای انسان خواهد گذاشت. در آخر حدیث چنین آمده که یقول ملک من الملائکه، فرشته از فرشته ها خطاب به پروردگار میگوید فیهم فلان لیس منهم، فرد تو جمع هست که از اینها نیست، به این قصد و نیت نیومده.
حتی میگه انما جاء لحاجه، کاری داشته اومده تو اون جمع نشسته. قال هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، اما جواب پروردگار این است که این قوم قومی هستند که اگر کسی همنشین آنها بشود، این همنشینان آنها شقی نخواهند شد. این تأثیر همنشین شدن با صلحا که شقی نخواهد بود، بی بهره نخواهد بود. و این تأثیرات خاص میتونه حتی در رؤیت و دیدن هم باشه. مگر نه ما وقتی مثلا دور هم الان جمع شدیم احساس ازدیاد ایمان میکنیم، یه آرامش قلب خاص دیگه داریم. یادن حدیث فکر کنم هر سال تکرارش میکنیم که در حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الا ان اولیاء الله اذا رؤوا ذکر الله. اولیاء خداوندن که وقتی میبینیش چهرهش، وجودش در جمع تو رو به یاد خدا میندازه. همنشین بودن با این انسان دل رو زنده میکنه. اصلا دیدنش، فقط چهره نگاه کردن. به این دلیل ما داریم میان صحابه، من تابعین، حتی بحث انبیا، حتی وقتی صلحا رو میان متأثر میشدن. شما این گفته دعای زیبای زکریا دقت کردین؟ هنالک دعا زکریا ربه. زکریا علیه السلام به عنوان یک نبی به یک بار دست دعا رو بالا میگیره. بی هنالک دعا زکریا ربه، اونجاست که زکریا دست رو بالا میبره. چی شد قبل از اون؟ چی دید مگر؟ چی مگه وجود داشت؟ مریم رو میبینه، یک زن صالحه میبینه. و الا به اتفاق علما مریم نبی نیست، صدیقه. حالا نظر ابن حزم فقط از کار به موضوع ندارم، مهم این که میخوام بگیم مریم نبی نیست، ولی با این حال یک نبی خدا، یک مرد از یک زن صالحه وقتی کنارش میبینهش متأثر او میشه. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. دست رو بالا میبره چون امیدوار میشه اگر خدا به مریم چنین میده پس منم میتونم دست بالا بکنم، منم میتونم دست اجادم پیش خدا بلند باشه، منم در این سن پیری مطمئنم دل به خدا ببندم. اگر در هر جا بسته شده، اگر همه جا در ناامیدی هست، ولی در خدا که باز است. در آن سن پیری دعا کرد، اون دعای زیباش دیگه، رب هب لی من لدنک ذریة طیبه، نه فرزندم بلکه ذریة طیبه، فرزندان صالح. فوری هم جوابشو گرفت. میخوام تأثیر چی بود؟ همنشین ها که بر انسان، بر دل و جان انسان واقعا تأثیر میگذارن. اینی که جا داره رو موضوع قلب و دلمون هم دقت بکنیم که همنشینان صالح و مؤمنی داشته باشیم تا بتونه رو قلبمون آثار مثبت رو برای خودش آشکار بکنه. از نکات دیگر که بازم علما در قضیه قلب مطرح میکنن، دل سپردن به خداست. این که گفتیم اگر از همه جا دل کندیم، همه درها بسته باشه، دل رو به خدا بند. شاید این موقع انسان مؤمن احساس میکنه همه درها بسته شده، هیچ جایی نیست برای او. ولی میگم یه در وجود داره. اگرم احساس میکنه درها بسته است، به تعبیر عزی ها اگر یک موقع توی جایی گیر افتادی که به هر دری میزنی باز نیست، مطمئن باش خدا بازم صلاح تو رو میخواد، صلاح قلب تو رو میخواد، ایمان تو رو میخواد. چون شاید واقعا خارج اون چی که تو دعا میکنه فتنه هاست، بلا هاست که تو فکر میکنی من از این محیط بیرون برم، از این جا بیرون، ارون کار بیفتم، رو تجارت بیفتم، موفقم، ولی به جز ضرر و بدبختی و فساد شاید چیزی برات نباشه. فعلا خدا مصلحت تو دیده که فعلا در این موقعیت قرار نگیری. پس دل رو به خدا بسپاریم، دل رو به خدا بدیم، دل رو به خدا ببندیم، دل رو از هر کس بکنیم، فقط دل به خدا. اما اگر زمانی انسان به غیر از خدا دل بست، نه تنها بحث شرکشان که انسان مشرک باشه، به بند و هیکل و فلان دل ببندد، این که هیچی. اگر حتی وسایل دنیویش، اگر صرف ماشین اسمش هم باشه، زن باشه یا مردش باشه، زمینش باشه، وسیلش باشه، دل ببنده، خدا اون وسیله رو آخر اگر دل از خدا کنده، اون وسیله رو وسیله عذابش قرار میدهد. اون وسیله خودش وسیله عذاب قلبی این انسان خواهد شد. چرا؟ چون از خدا کنار رفت، دل رو از خدا کشیده، دل به چیزی دیگر بسته. تأکید میکنم اون وسیله خودش وسیله عذاب برای اون انسان خواهد شد. پس اینکه جا داره انسان مومن در این مورد بازم دقت خودش بکنه. گفتیم
دل جای نگاه پروردگار است. خدا به جسم نگاه نمی کند، به مال نگاه نمی کند، ولکن ینظر الی قلوبکم، محل نگاه خداست. پس باید خیلی مواظبش باشیم که در اون نگاهی که خدا میندازه غیر خدا نباشد، غیر خدا واقعا نباشه. از نکات دیگر مؤثر در کل اعمال صالح است. در این مورد فقط به یه جمله عبدالله بن عباس فقط رضی الله عنهما اشاره میکنم. در جمله زیبا میگوید عبدالله بن عباس، میگه که ان للحسنة نورا، ان للحسنة نورا في القلب و ضیاء في الوجه و قوة في البدن و زیادة في الرزق و محبة في قلوب الخلق. 5 مورد ذکر میکنه. میگه نتیجه حسنه این است: 1 نورا في القلب، یه نور تو دل انسان روشن میشه. 2 ضیاء في الوجه، یه روشنی در چهره انسان که حتی اصلا یه مخوشم احساس میکنه دیگه در چهره ها. و بعد گفت قوة في البدن، یک احساس قوت در وجود جسمی خودش. و زیادة في الرزق، برکت در رزق اون انسان. و محبة في قلوب الخلق، و اینکه در دل انسان ها جا میگیره. این آخرش مصداق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این نتیجه های اعمال صالح. یه موردش که به موضوع ما ربط داشت، گفت که نورا فی القلب، دل رو روشن میکنه. به این دلیل موقعی که امام شافعی رحمه الله در محضر امام مالک حاضر شد و امام مالک اون ذهن سرشار شافعی رحمه الله با اون کوچگیش مشاهده کرد، به او گفت ای شافعی، خدا در قلب تو ان الله جعل فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیه. ای شافعی، میبینم خدا نوری در دل تو قرار داده است، اون را با گناه و معصیت خاموش نکن، اون را با گناه و معصیت خاموش نکن. میگم امام دارالهجره شافعی رو نصیحت کرد و اینم آویزه گوش امام شافعی رحمه الله شد امامو مشهور شد به ناصر السنه، احیاگر سنت ها دیگه، در مقابل بعضی ها که اهل رأی بودن و همیشه با رأی نظر میدادن، شد ناصر السنه، احیاگر سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عبدالله بن عباس در ادامه گفتارش میگه که و این للسیئه، به همون صورت برای گناه هم آثاری هست. میگه که سودن فی الوجه، اول میگه که ظلمتا فی القلب، تاریکی در دل رو تاریک میکنه، خوب رو بد تشخیص بده. حتی میگم بدی ها رو میبینه بدی میکنه ولی در تشخیص سخت براش، ممکن همون عملا بهش بکنه. ظلمتا فی القلب و سودن فی الوجه، چهره سیاه، نه سیاه به معنای رنگش، بلکه چهره‌ای که هیچ دلی به اون رو نمی آورد. و وهنا فی الجسم، و سستی در جسم. و نقصا فی الرزق، و نقص در رزق روزی اون انسان. و بغضا فی قلوب الناس، و خشمی هم و بغضی در قلوب انسانها زمانی که انسان از اعمال صالحه دور می رود. از نکات دیگر که بازم نقش خاصی ایفا در قلب انسان میکنه، بحث ذکر خداست. در کل این که انسان مومن همیشه خودش مشغول ذکر پروردگار بکنه. اون صحابی که اومد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یا رسول الله اعمال که خیلی زیاد شده، من به کدوم عمل بکنم؟ چیزی بگو که آسان باشه. توصیه کرد که لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، زبان رو مشغول ذکر خدا بکنه. خیلی آسون است ولی عادت میخواد انسان به خودش بده. و الا لب تکون دادن چی هست؟ تو جلسه اول میگفتیم الحمدلله، یه لفظی آسان به عنوان الحمدلله، ولی ما چقدر در مقابل نعمات خدا الحمدلله مثلا بگیم؟ و الا افضل الدعا هست. پس این زبان عادت دادن به ذکر خدا و مسئله ماه رمضان شد تذکر بحث خود تلاوت قرآن، من جمله بحث ذکرم نکته بسیار خاصی است. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشت به ابوذر توصیه میکرد، یک از توصیه ها این بود، گفت که علیک به تلاوت القرآن، تا میتونی قرآن تلاوت کن. بعد او گفت فانه نور لک فی الارض و ذخر لک فی السماء، تلاوت قرآن نوری برای تو در زمین خواهد بود
و ذخیره در آخرت. این توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در توصیه هایی که به ابوذر رضی الله عنه و ارضاه کرد. و طبیعی است این حب وقتی در دل و جان جا بگیره، انسان تلاوت زیاد بکنه، نشان از این است که این قلبی هست که دوستدار قرآنه و قرآن یعنی صفت خدا، یعنی دوست داشتن پروردگار. اینه که توصیه میکنه علما اگر ما نمیتونیم حافظ کل قرآن باشیم ولی گوشی از قرآن در دل جا بدیم. نه که فکر کنیم مخصوص طلاب علم، مشایخ یا عزیزانی که همیشه تو مسجد باشن، نه، تک تک ما. چرا دل تو پر از چیزهای دیگر باشه، انواع معلومات، ولی چند تا سوره قرآن توش جا نداشته باشه؟ مگر تو دوست نداری که فرشته ها بر قلبت عبور بکنن؟ پس برای تو ماه مبارک زمان بسیار مناسبی است هم تلاوت بکنیم هم تدبر بکنیم که خدا چه با من میگه، چه به من میخواد بگوید، حفظش هم بکنیم. شما این سوره آخر، حتی در بحث تدبر، این سوره آخر از سوره های آخر که نازل شد سوره مائده است، همش احکامه. علما میگن نص توش نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی توی همین سوره است دیگه. 16 بار یا ایها الذین آمنوا اومده، 16 بار. و عبدالله مسعود میگفت هر بار شنیدی که خدا میگه یا ایها الذین آمنوا، مؤمن گوشتو باز کن، مؤمن گوشتو باز کن. خدا با تو کار داره، میخواد با تو حرف بزنه، با تو هم سخن بشه، حرف خدا رو گوش بده. حالا ما چقدر به این حرف گوش میدیم؟ نکته ای هست واقعا، چقدر فراگوش اوامر پروردگارمون هستیم. میگیم همون تلاوت ارزش خاص خودش داره، ما مثل اونها نمیگیم که نه اونایی که فقط میخونن تدبر نمیکنن کارشون ارزش نداره. میگیم نه، ارزشش داره تلاوت، ولی وقتی انسان به رتبه های بالا تدبر در قرآن، در کنار خوندنش، در ترجمهش واقعا دقت بکنیم. این مثلا زیاد تکرار میشه ولی ما کمتر دقت می‌کنیم متاسفانه. تدبر در مسئله خود قرآن که ببینیم خدا چی کار با ما داره. این نکته ای بازم از نکات است که توصیه بر کثرت تلاوت قرآن که الحمدلله ماه رمضان است و زیاد تلاوتش میکنه و زیادم میخونیم. نکته دیگر از نکاتی که بازم جای خاص خودش رو داره و باید زیادتر از اون حرف بزنیم و توصیه بیشتر بکنیم و دل رو زنده نگه میداره، نه اینکه رو بترسونه، نه اینکه دل رو اگر بخواد بلرزونه به لرزه در بیاره فکر کنیم که ها ترس و وحشت است. مسئله یاد مرگ کردن، این که انسان زیارت قبور برود سر قبرستان سلام بکند، این که در کنار کسانی که سکرات مرگ دارن، کسانی که احساس میکنیم لحظات آخر زندگیشون هست، در اونجا حاضر بشیم، قبرستان رو ببینیم، به یاد مرگ باشیم، دل رو واقعا زنده میکنه. توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اکثر ذکر هادم اللذات، حدیث صحیحی است، زیاد ذکر مرگ بکنه. اینکه زیاد انسان به یاد مرگ باشه که خلاص مرگ کسی رو اولا نمیشونه، نه پیر، نه جوان، نه دختر، نه پسر، زمانم براش مطرح نیست به هیچ وجه من الوجود. میگم ذکر مرگ اگر میگیم نه من باب ترس و ایجاد وحشت است، بلکه توصیه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد خیلی زیاد بوده. در روایت میخونیم که برا رضی الله عنه از کسانی که حدیث طولانی که در سنن نسائی هست کمت قضیه مؤمن رو با کافر مفصل توضیح داد. اون حدیث میخوام اشاره بکنم، منظور برا از کسانی که در این موضوع احادیث طولانی نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم در قضیه وفات انسان مؤمن یا کافر یا فاسق یا فاجر که طور میبرن و روحشون کشیده میشه. یه مورد جالب نقل میکنه در سنن ابن ماجه، میگه که روزی همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تشییع جنازه بودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فجلس علی شفیر قبر، اومد در لب اون قبر نشست، به داخل قبر گویا نگاه میکرد. اشکان رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمد، فبکا حتی بل الثری، اشکانش بر چهره نقش بست و به روی خاک میریخت که خاک را حتی خیس کرد. و خطاب به صحابه گفت یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، ای برادران من به مانند همانند امروز، یعنی روزی که کسی وارد این جا میشه، وارد قبر میشه، برای این روز خودتون آماده بکنید. و در روایت‌های دیگر میخونیم که اشاره میکرد اعدد نفسک فی الموتى، یک خودت در ردیف مرده ها قرار بده، فکر کن که مردی اصلا.
خیلی تا بهشون اینطور گفته میشه، میگه فال مرگ به جونمون میکشی. مسئله نیست که فال مرگ به جون کشیدن باشد، ولی یادمون باشد اگر امروز به گوشمون میخورد که فلانی مرد، من و تو میگیم خدا رحمتش کند، میگیم فلانی فوت کرد، یادمون باشد روزی دیگران خواهند گفت زمانی که لبهای ما بسته است، زمانی که چشمان ما بسته شده، ما افتادیم روی زمین، دیگران از ما حرف میزنن، ما توانای سخن گفتن رو نخواهیم داشت. اون روز خواهد رسید، بخواهیم نخواهیم. فکر میکنی روزی هم که مردیم چی خواهد شد؟ شهر خراب خواهد شد، مسجد تعطیل خواهد شد، من و تو نباشیم، کل ما نباشن. فکر میکنی بعد در این مسجد تخته خواهد شد؟ نبی خدا، هیچی نخواهد شد، هیچ آب از اولم تکون نخواهد. خیلی ها بودن تو مسجد و جاهای دیگر رفتن، چی شد مگر به دنیا؟ من و تو هم میریم. یک لحظه فکر کن الان مرده باشی، الان جسد یک از ماها اینجا باشد، خودم باشم، جناب عالی باشی، چی میشه به نظر شما؟ غیر از این اهل مسجد بگن یا دیگران بگن مرد، زیادم خانمت اشک بریزه، مادرم اشک بریزه، بعد چی؟ مگر نه بلند میکنن دفنمون میکنن، زیر خاک قرار نه ولمون میکنن، بر میگردن، این دو روزم ناراحت باشن، بعد چی؟ پس یادمون باشد مسئله مرگی که میگم انسان رو در خیلی از قضاها به اصلاح میکشونه، که مواظب خودش باشد، که فکر نکنه که دیگران میمیرن ولی خود من باقی خواهم مون. به این دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه خاص بر قضیه مرگ داره که انسان به یاد مرگ باشه و یادش باشه که روزی واقعا این دیار رو وداع خواهد گفت و دیگر وجود نخواهد داشت. هر که باشد در هر پست و هر مقام و هر جایگاهی هم که باشه. پس جا داره که هم بیاد اون قضیه باشیم، هم یه قبرستان هم میریم. بحث یاد خود مرگ گفتیم، کسانی در سکرات مرگ قرار دارن که لحظاتی برای خود ما هم رو خواهد داد که میبینیم جان داره بیرون میره و چقدر پروردگار روی این قضیه اشاره تو آخر سوره واقعه، فلولا اذا بلغت الحلقوم، اون زمانی که جان به گلوگاه میرسد، و انتم حینئذ تنظرون، دارید شما نگاش میکنین، میبینیم دیگه فرد داره جون میکنه، حالا جوونه پیره هر سنی که داره چمون برمیاد. و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما که خیلی بهش نزدیکیم، برای جونشو میگیریم، ملک الموت رو فرستادیم، لیکن شما نمیبینین. خود فرد همه چیز رو مشاهده میکنه، همه چیز رو میفهمد، لیکن زبان گویا نداره که به ما بگه چی داره میگذره. به چشمانش میبینن اگر مؤمن است فرشته های بهشت آمدن با کفن بهشتی، اگر اهل معصیت و فسق و فجور و کفر است میبینید فرشته های جهنم آمدن، لیکن دیگر زبان گویا نیست که همه چیز رو بیان بکند، همه چیز رو بگوید که داره چی میبینه. میگه و انتم حینئذ تنظرون، شما فقط نگاه دارین میکنین بدون بفهمید چه خبری در اونجا هست. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر شما مدبر و خالق دیگری دارین، تدبیر کننده یا به معنی دیگر جزا پاداش دهنده باشد، برش بگردون دیگه، پزشکیتون رو نشون بدین، علمتون رو نشون بدین، برش بگردون. چرا تواناییشو ندارین؟ تهدید خدا در مقابل انسان هست، پس قابل برگشت نیست. پس یادآور این نکات یه مقدار انسان رو در رو زنده بکنه، نه که بگیم بترسونه که حالت بیحالی داشته باشه، همیشه وحشت داشته، نه، در رو زنده برای طاعت، برای عبادت، برای فداکاری، برای اخلاص، برای تضرع و تذلل به درگاه پروردگار. بحث زیارت قبور هم به همون صورت مقیدش کردیم به یک سری زمانهای خاص که بریم سر قبر، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ موقع زمان نمیشناخته. شما هفته آخر تو کتاب ساده رحیق المختوم باز بکنین که همه فارسی همه میتونیم بخونیم، آخر حیات اکرم صلی الله علیه و سلم هفته قبل از وفاتش، سه شنبه چهارشنبه، شبانگاه میره قبرستان، شبانگاه میره. ما میگیم نه، میریم مزرعت، میگیم جن ما رو میخوره، مردا ما رو میخورن، جن مردا چی کار به کار تو دارن، تو برو تو درس عبرت بگیری. ولی ما بریم چی؟ میریم برای مردا فقط دعا بکنیم. بله یک از اهداف دعا برای اموات است، ولی مورد اولی که شاید مهمتر باشه که پند برای خودمون باشه، اون رو فراموش میکنیم متاسفانه. دعوا و کلنجار رو موضوع این که سر قبر چه کار بکنیم، چه کاری انجام بدیم، چه بخوریم، چه نخوریم، خیلی کلنجار میریم. ولی این که من نوبتم میرسه زیر این خاک دفنم میکنم، پند بگیرم، اونش نیست، رفته.
دور القبور تذکرکم الاخره، برین سر قبرستان تا یاد آخرت شما رو بندازه. اون فراموش شده متاسفانه هدف والاش. پس اون هدف والاش تو این قضیه. تو حدیثی میخوانیم، تو روایتی میخوانیم که عثمان رضی الله عنه در سنن ماجه بازم هست، میگه وقتی رضی الله عنه و ارضاه به قبرستان عبور میکرد، اشکش زیاد بیرون میومد و این اشک ریختنش باعث میشد که دیگران سوال بکنن که ای عثمان رضی الله عنه و ارضاه، جریان چی است که تذکر الجنة و النار فلا تبکی و تبکی و تذکر هذا و تبکی؟ جریان چی هست؟ وقتی یاد از بهشت و جهنم میکنی اشکت بیرون نمیاد، ولی وقتی قضیه قبر مطرح شد فوراً به گریه میفتی. جواب داد اونهایی که عادت کرده بودن همیشه مستدل بگن، نگن این و اون گفته، بلکه عادتشون در مقابل تمام مسائل قال الله قال رسول الله باشه، دلیل می آورد. حتی برای این قضیه چرا اشکم در میاد، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول القبر اول منازل من منازل الاخره، چون من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که قبر اولین منزل از منازل آخرت است. فان نجا منه فما بعده ایسر منه، کسی که اینجا نجات پیدا کرد فیما بعدش آسانتر خواهد بود. و من لم ینج منه فما بعده اشد، کسی که اینجا نجات پیدا نکرد بعدش شدیدتر خواهد بود. و بازم گفت و سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، بازم شنیدم که پیامبر میفرمود مکانی ندیدم مگر اینکه قبر شدیدتر و فزعش و وحشتش بیشتر بوده. با این داستان کوچکی مسئله رو سخن رو تمام میکنم. میگویند یکی از بزرگان و صلحا صفوان بن سلیم همیشه به بقیع میرفت. یکی از علمای دیگر به اسم محمد بن صالح تمار او رو مشاهده میکرد که میره سر قبر. مشاهده کرد، گفت بیم چه کار میکنه تو بقیع میره، چه کار میکنه؟ میگه رفت دید سر یک قبری رفت، لحظات نشست، این از دور مشاهده میکرد، دید که سرش پایین انداخت، ظاهرا اشکش بیرون اومده بود. خب دو سه روز گذشت، بچه‌م دوباره مشاهده کرد داره میره، دوباره دنبالش کرد، رفت دید جای دیگه نشست، بعد هم قضیه تکرار شد. اومد نزد محمد بن منکدر که گفتیم از شاگردان عایشه است رضی الله عنها، محمد بن صالح تمار، گفت من نمیدونم از قضیه صفوان بن سلیم، سر قبر میرود و اشک میریزه، این هدفش چی است؟ مگه کل قبرستان اقوامش هستن که داره سر قبر میره اشک میریزه؟ در پنهانی هم در جواب به او محمد بن منکدر چنین گفت کلهم اهله، تمام اینها اهلش هستن، و اخوته انما هو رجل يحرك قلبه بذكر الاموات كلما عرض له قصبه. گفت گویا همینها خواهران و برادران هستن، این هر وقت احساس که دلش سنگ شده، احساس سنگدلی میکنه، میره کنار این قبرها میشینه، خودشو به یاد آخرت میندازه تا این قسوت و سنگدلی قلب رو نرمش بکنه. هدفش این است. این موقف بزرگان و صلحا که همیشه سعی میکردن قلوبشون رو اصلاح بکنن. خدا بهمون توفیق بده که قلبها رو اونطور که حقش هست به پروردگار بسپاریم و قلب صالح و مؤمنی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان
پند میپذیرند.